سلام بچه ها، به یه ویدیوی دیگه با من خیلی خوش اومدین. خب بایستید بهتون بگم امروز چه خبره. خب امروز قراره که این پکا رو بهتون نشون بدم. نفسم گرفت. قراره این پکا رو بهتون نشون بدم. اینا رو سفیر چند وقت پیش من فرستاده بود، بعد فرصت نشده بود که من بیام باشون ویدیو بگیرم. دیگه گفتم الان بهترین فرصته. 4 تا پکی از برند کلیستار که برای من 4 تا پکشو فرستادم. من 2 تاشو میخوام تو این ویدیو استفاده کنم، 2 تاشم میخوام به شما هدیه بدم. حالا از بین لایکا و کامنت ها قرعه کشی میکنم، اسم 2 نفر رو در میارم، 2 تا از این پکا بهشون هدیه میدم. حالا این پکا اصلا چی هستن الان باز میکنم خودشم ببینید. این پکا از برند کلیستاره که تو هر پک 2 تا محصوله. مثلا تو این هم ریمل داره، هم مایع پاک کننده چشم. نکته جالبش اینجاست که این 2 تا محصولی که میگم تو یه دونه کیفه و این کیف هم از یه برند خیلی خوب ایتالیاییه. نگاه کنید مثلا این کیف ها از برند پیکوادرو، یه برند ایتالیایی فکر کنم، و خیلی هم کیفای خوشگلیه. ببین مثلا یکیش زرده، این یکی سبزه، عین همینه. باز تو اینم یه دونه ریمله و یه دونه محلول پاک کننده آرایشه. یکی بسا کیفاش فرق داره. حالا اونا رو با هم ببینیم. این یکی کیفاش این شکلیه که هر 2 تاشم به نظر من خوشگله. یکیش هم اینه، خیلی خوشگلن، کیفای شیکن. حالا آدم به غیر از لوازم‌هاش فکر کنم بتونه ازش استفاده بکنه، مثلا برای کسی که کیف کوچولو دوست شکوفه. اولا که تو این پکا بعضیاش آرایش پاک کن و ریمل داره، بعضیاش مداد چشم و ریمل داره. اگر شما بیاین این پک رو انتخاب بکنین، پول این 2 تا رو فقط میدین و در واقع این کیف به صورت رایگان براتون در میاد. ریملاش هم با هم فرق داره. الان یکی 2 تاشو تست میکنیم میبینیم. مثلا این یکی هم بخوام بهتون نشون بدم، این آرایش پاک کنه چشمه، 2 فازم هست، فکر کنم تک فازش هم داره و اینم ریملشه. من با همین مداد چشم و 2 مدل از ریملاش، یکیش روی این چشمم میزنم یکیش روی این چشمم، یه آرایش خیلی ساده میکنم که هم حالا این آرایشه به دردمون میخوره، هم این که از اینا استفاده کرده باشیم و تست کرده باشیم ببینیم چه جوریه. اسم مدادش هست کژال و من تا به حال استفاده نکردم. با همین مداد بچه من آرایش پوستمو که انجام میدادم، به پشت چشمم کانسیلر و پنکیک زدم. پشت چشممو کامل مات کردم، یعنی نذاشتم یه ذره حتی چربی پنکیک بمونه چون که سایه نمیخوام بزنم. با همین مداده میام از قسمت ته چشم شروع میکنم به کشیدن، مثل حالا خط چشم اینجوری که دوست دارم، یعنی نمیخواد خیلی مرتب باشه. خب با یه دونه براش تمیز اینو شروع میکنم به پخش کردن، براش کوچیک. ببین من جلو چشمو خیلی نیاوردم چون اینو همینجوری که داری پخش میکنی جلو چشمم میاد دیگه. خیلی اگه جلو چشم پهن بشه حالت زمخت میده به چشم و پف نشون میده چشمو. البته این آرایش خیلی آسونیه برای وقتایی که خیلی عجله داری، خیلی خوبه. مدادش هم که الان میبینین چقدر راحت پخش میشه، خوبه، مداد باحالیه. مشکی بودنش هم به نظرم مشکیه، نه؟ این مدل حالا استفاده کردن از مداد به درد کسایی میخوره که مدت طولانی میخوان آرایش داشته باشن و وقت زیادی هم ندارن که بخوان آرایش بکنن، خط چشمای خیلی صاف بکشن. حالا این پهنای این قسمتش که میبینید من مشکی بردم بالا کاملا سلیقه‌ایه. یکی میبینید دوست داره زیاد این کارو میکنه، یکی میبینید دوست داره کم این کارو میکنه. این مدادش نه چربه نه خشکه. اگر انتظار این مداد مثلا از انتظارتون از یه مداد خیلی خشکه، این اون نیست. یا اگر یه مداد خیلی چربه، اون نیست، ولی خیلی روون کشیده میشه. حالا البته من برای پشت چشم استفاده کردم اینجوری بود. حالا داخل چشمم میخوام باش بکشم. جزو معدود دفعاتیه که من تو چشمم دارم سیاه میکنم. قدیما خیلی این کارو میکنم، نمیدونم چرا. حالا زیر چشم باز یه ذره میکشم، ببین چون همینجوری فقط تو چشتون یه مداد بکشین چشم ریز میکنه. بهتره که یکم به زیر چشتونم حالا سایه بزنی یا با همین مداده این قسمت گوشه رو به سمت دنباله بکشین بیاین بالا. یه همچین حالتی به چشم میده اگه خواستین تو چشتون رو مشکی کنی. حالا یه ذره میخوام اینجا رو پررنگ‌ترم بکنم، خط چشمی‌ترم بکنم. اول از همه میخوام این ریمل رو استفاده بکنم، برای چشم این ورم میزنم.
اینو زده خیلی باعث میشه که به موژه حجم بده و اینا. حالا امتحان کنیم ببینیم چه شکلیه. برسش هم موییه و برس خیلی ساده ای هم داره. اینو امتحان کنیم ببینیم که چه جوریه. من خودم ریملایی که حجم دهنده هستن ولی طبیعی هستن دوستم، یعنی اصلا خوشم نمیاد که ریمل موجا رو به هم بچسبونه و شبیه مثلا پای سوسک بشه. دوستم ریمل طبیعی باشه، به موجه حجم بده و اندازه بلند بکنه و یه حالت ببین این خوبه، نگاه کن خیلی چیز مثلا خشک نمیکنه. و البته دوست دارم ریمل مشکی باشه. وقتی شما ریملتون مشکی باشه، هیچ آرایشی خط چیزی هم نداشته باشه، ریمل بزنین اتفاق خوب برای موجاتون میفته، خوشگل میشه، خوب حجم میده، خوب موجم برد بالا، به هم نچسبوند، تار موجم رو زخیم کرد ولی خشک نکرد. حالا من جدیدا برای موجم چی کار میکنم؟ از نوک ریملم، حالا هر ریملی که باشه استفاده میکنم، اینجوری قشنگ حسابی به این گوشه ریمل میزنم که چون من این موجم این چند تاش میاد پایین، انقدر موجم زیاده، این کارو میکنم قشنگ این یه تیکه رو حتی اگه چند تا دونش به هم چسبیدم اشکال نداره. بعد میام مرتبش میکنم، این میره بالا و حالت چشم اونجوری بالایی تر نشون میده. این نکته که در موردش باید بگم اینه که ریمل طبیعی مشکی خیلی بلند نمیکنه، حجم بیشتر میده به موژه و حجم دادنش هم حالت طبیعی داره. حالا میرم سراغ این یکی ریملش که اسمش هست ماسکارا شاک. اینم زده بود برای فر کردن و حالت دادن موژه. خب خیلی چیز مناسبیه. حالت براشش اگر ببینید اینجوری هلال داره، برسش چه چیز بین موی ژله‌ایه. ریمل از ته موژه همیشه اینجوری بگیرید، مثلا توی کنید بعد بکشید به سمت بالا که هم ریشه موجتون مشکی بشه هم موجتون بره به سمت بالای قشنگ. این یه خورده انگار مایه‌اش خشک‌تر از اونه، این خیلی دونه دونه میکنه. میدونید چیه بچه ها؟ این خیلی به موژه حالت دونه دونه میده. اینم ریمل خوشگلی بود ولی این مثلا مایه‌اش یه حالت خشک داره، اصلا خیلی مثلا مایه خیسی نیست، این یک خیستر بود ولی دوتاشم خوشگل. مثلا اینو من خیلی خوشم اومد، این که حالت خشک داره، اینم خوشگله ولی یه حالت دونه دونه قشنگی به موجه میده، انگار دونه دونه نشستی موجاتو ریمل زدی با حوصله. نگاه کنید در نهایت دوتاشم خوب بودن، خیلی چیز عجیب غریبی نبود که بگم مثلا وای اصلا به این دلیل به اون دلیل خوب نیستن. یه رژ لبم بزنم که به من از برند ایو سن لورن شماره 5. خب اینم از این آرایش و این ویدیو. میتونین نظرتون تو کامنت بنویسین، اگر قبلا از این ریمل استفاده کردین و نظر و کامنت خاصی دارید بنویسید حتما که بقیه هم استفاده بکنن. تا ویدیو بعدی، خدافظ.